که بود چه کرد این زندگی چه بود از اون روزی که در خانه خدا به دنیا اومد. بیت الله شد مولد او، بیت الله شد مشهد او. در تاریخ همچه مقامی پیدا نشد در خانه خدا به دنیا آمدن، در خانه خدا شربت شهادت نوشیدن. عقل مبهوته. صبحی که آمد به نماز، اون شب مهمان دخترش بود. دختر برای پدری که سلطنت بر ربع مسکون داره، یعنی مشرق و مغرب تحت حکومتشه، سفره‌ای که تهیه کرده بود نان جو بود و نمک و شیر. سر سفره که نشست گفت کی دیدی پدرت سر یک سفره 2 خورش بخوره؟ آمد نمک رو برداره که با نان جو و شیر افطار کنه. فرمود نمک رو بگذار، شیر رو بردار. با نان جو و نمک افطار کرد. چرا؟ برای این که مبادا در سرزمین حجاز و یمامه یک نفر باشد که سفرهش از سفره علی کم رنگتر. همچه کسیست که وقتی شمشیر به اون فر خورد، جبرئیل بین زمین و آسمان گفت تهدمت والله ارکان الهدی، انفصمت والله العروة الوثقی.